خب با سلام و وقت بخیری خدمت همه. این هم راه آهن سلویا. خب من نام اشتباه گفتم، سلویا گفتم، در حالی که سویا ال نداره، یعنی لام نداره. من ایران شدن گفتم سلویا. نام یکی از دوستامونه چی رحمت. خوب بزرگه، حالا داخل هم بگیرم. این تابلوی ما باید بریم اینجا بریم. خب این راه آهن هست که البته این راه آهن اینجا بیرونی قبلا بگرفته بدون فعلا میتونه خوب قشنگ بزرگ دیگه. اینجا جایی که قطار میایه. خب ماشاءالله نظر نشه. اینجا جایی که قطار میایه. خب بریم پایین. اینجا قطارهای دیگه، باز قطار بگیریم، باز تا قطار فیلم بگیریم، خود شما صحبت میکنیم. فعلا خداحافظ. نمیفهمیدیم این چیز. اینجا دستگاه دارم، لکسر خوب باید بگذاریم. این نمیفهمیدم دیگه که قطار هم باید دستگاه تیر کنه. خوب امنیت حفظ میکنه. این هم قطار. این هم قطار. بستیم. این هم به استقبال ما آمدن. رسیدیم دیگه به اینجا. این هم راهن از این شهری که هست رسیدیم به نام کوردوبا. اونجا نوشته ببینید. خب حالا دیگه میریم باز ببینیم چی خبر. این راهن از اینا خیلی کلانه. ببینید هر کجا که می از یک جا دیگه کلانتر. این طرف اینه، این طرف اینه، این طرف باز او بر شیشه هم داره. او صف دیده میشه اینجا. این جایی که قطارا میه. بازی بر سالونیه که دیگه نفرای استاد میشه. دراز خیلی کلان دیگه. حالا ما میریم بیرون. حالا همینجا اینقدر همین درخت پرتقال و نارنگی و نمیفهمم نارنج و بزن بگیره. باید بریم امروز بخریم هم ببینیم قیمت ها چی رقم. نگاه کنیم. ماشاءالله 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 ماشاءالله. بیچاره برگای برخته هنوز نارنگ. اینا پرتقال هست که این پرتقال. این هم پرتقال دیگه. یک دنیا از اینا نگاه کنه. جایی که کسی نباشه بکنیم بخوریم، که پلاستیکی نباشه. یک وقت سرما کلا بخزارم اینا چسبونده باشم به درختا. خب جا بزرگی داره، پارک ها بزرگی داره، سرسبزه، هوا هم که حرف نداره. دیگه این قبول کنیم. فعلا خدا حافظ
تا بعد که به جا اصلی برسی. سلام. میگم با خدا دادگان ستیزه مکن. خدا دادگان را خدا داده است. ببینید خدا کار یک وقت لطف میکنه میکنه. اینجا هم قال کفتر که درست میکنه. این چی جایه؟ همینجا ما یک اتاق بدن درست کنم بریم، کلی ارزش داره. نگاه کنه این پارکوی دیگه و هر کس اینجا اودو نمیاره میده. نگاه کنه این چهار طرف این قشنگی، این سرسبزی، این درخت ها مالته و پرتقال و نارنج و نگاه کنه سه کنه چهار طرف. یعنی اینجا آمده خانه درست کرده بری از اینا، یعنی نونه هم میارم بری اینا دیگه. خدا داده دیگه. نگاه کنه. بخیر باشه. دیگه بشین. اینجا چیز جالبه هم دیدم، حال فیلم میگیرم برای شما. چیز جالبه اینه پلاخمون. کی پلاخمون یادش بخیر بدر گردن خواهم انداختم. اینه دیگه این چیزایی که جیبا مردم خیلی میکنه. رسیدیم به مقصد تقریبا. خب این که شما میبینی این کلیسای، این چهار طرفه دیگه. ببینیم این دیوارای او بره. این رقم نگاه کنه، این رقمه دیگه همیشه تا پایین هسته این کلیسای. خب حالا سپرایزی و بعدمه هیچی گرد. خب ببینید اینجا دیگه کم کم آثار پیدا میشه از این که بله میریم جلویتر ببینیم چه خبره. این وقتی که به داخل میه یعنی اینجا مسجده. این مسجد. خب گپ کجاه؟ گپ به اینجاگاهه که حالا باید بریم ما مطالعه کنیم ببینیم که این چی حساب و کتاب بوده. این اول مسجد بوده، بعد آمدم به دوری و کلیسا ساختم و کلیسای درست کردم، یا اول کلیسا بوده آمدم به وسطی و مسجد ساختم. این دیگه بس بخیر جواب از سوال بعدن بده که برای مطالعه کنه ببینه چی گپه. فعلا تنها چیزی که هسته اینجا یک مسجدی هسته که محاصره شده از چهار طرف با کلیسا. جالبه نه؟ این هم از کافه. ببینید که با چی ظرافتی این رکچاها اینا گذاشتن دور هم. این کل از این همی راه برسه قشنگ و مرتب و منظم. اینا کنار همچین تلویزیون اینه اینجا با تبلیغاتی رو نشون میده. شاید بیتر دیده شه با کامرا ما نشه خوب سیف فیلم متنوع باشی. اولی که نگاه کنیم. خب ماشاءالله ماشاءالله خیلی بزرگه. این فکر میکنم هنوز کلیسا اینه، مسجدی اونا نرسید.
چون به وضوی هم بگرفتن یقت گفتن نماز خواهم اینجا بخونم. ببینید که چیکار میشه. حالا موکت اینجا هست که گذاشته، این یعنی در واقع این منارت یا همون مناره مسجد به اصطلاح بوده که باز بعدا آمدم به بالای زنگوله گذاشتم به تایی که این مثل چیزای کلیسا شده به حساب در واقع منار مسجد. این اگه شما دقت کنه این میبینیم که این به وسط نیه، این دست چپ به حساب پهن‌تر بیشتر تا دست راست. در واقع این به وسط بوده، این در ورودی یا این مناره مسجد بوده به وسط بوده که اول ساخته بودن. او هم درخت‌ها و باغ هم که میگم این رقمه، این که به وسط بوده. بعد از او باز آمدم که طوری که پیشتر گفتم که بزرگ شده یک قسمتی مثلا آمده تا این قسمت ها مثلا اینا بزرگ کردن، باز مثلا یک قسمت دیگه آمدن تا این قسمتی بزرگ کردن، یعنی آمدن جلو آمدن. باز وقت آخری که هسته که به نام ثبت کنه که از روی کاغذ المنظور که بوده که شده، باز آمده به این طرف بزرگ کرده، یعنی به این حسابه که این حال دیگه به وسط نیه، این از این طرف، یعنی که شما نگاه کنیم از این طرف این رقم بزرگ شده، انگار این طرف اینها اضافه کرده به حساب، اینها اضافه کرده. و وقتی که اینها اضافه کردن به طبق نقشه که ما نگاه کردیم قبلی اینا که هسته باید به زیر قسمت ها باشه به حساب. بازار نگاه میکنیم اینا آمدن دیگه آسته آمدن، باز دیگه کاتولیک ها این 4 طرف از اینا گرفتن این قسمت ها. اینا که شما نگاه کنیم اینا که از داخل هم جلوتر دیدم که از داخل هم داره، اینا دیگه کم کم پیشرفت کردن دیگه تایی که گرفتن. او که هسته ما پیشتر که نشون دادم اینا ای بیدن ای بالا، یعنی خونه اصلی مسجد اینا مسجد بوده، مرکزیتی بوده که بازی آمدن دیگه حالی که اصلا تغییر شده، اصلا کلیسا بری شده. حالی ما اینجا هم که هستیم یک قسمتیم که قسمت دومی که بزرگ شده بودی. من نمیتونم گفته که چند متری که باید حساب کنم که چند تا ستون داره، هر ستونی فاصله چنده تا بفهمی چند هکتار متر مربعه. خب نفهم داشتم میگفتم که خدا خیر بده اونایی که ساختن و خدا خیر نده اونایی که این باعث شدن که دست بره بگه. خب همین که بازم نامی هست یعنی اینا که هسته، اینا چیزای کلیسای نگاهی ببینید تا چی از اسلام پیدا میکنه. از چیزایی بوده نوشته بوده، یعنی احتمالاً کسانی که اینجا کار کرده بودن و اینا ساخته بودن، اینا بعضی نامه ها نوشته بودن و علامات نوشته کرده بودن، نوشته مثلا فتح ورود نوشته. باز اینا به آدشم فیلم میگین و بعدا مطالعه میکن دقیق‌تر که چی بگه. همین مسعود که هسته ما بازو مسعود نه، این یکی مسعود اینا فرام به هالندی بود نگو، اینا کارگرا بودن، نما کارگرا بودن که کار میکردم اینجا. این اینجی
خب اینجا به وضوع بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحی القیوم. نه آیت الکرسی نه لا تأخذه سنة ولا نوم بخیال آیت الکرسی. اوی که دیگه اینا همین از این چیز اسلامی تا فعلا که ما یک چیزی دیدیم بیا گوشی همین تا یعنی تعبنای ازی و بنا ازی مسلمان ها ساختن و گسترش دادن و بزرگ کردن دیگه. حالا نام و نشان خیلی کم مونده. حالا بریم داخل ببینیم چی خبره. داخل بریم اینجا نوشته عکاسی فیلم برداری ممنوعه مثل اینجا میگه که فقط برای نمازه. خب ما گفتیم میریم نگاه میکنیم میگه نشون نمیده نگاه کردنی نماز. این ستونای این طرف یه چیزی که متوجه شدیم تا راست، البته راست هسته این هر تکه تکه که ساخته شده این راست متوازده چون با چند دفعه ساخته شده ده هماهنگی نداره. ولی مثلا این بر که هسته ده خب چیز ساخت. حالا اینجا که هسته عبادتگاهه. این تابلوی که به شما مالا نشون دادم. خب این میگه اینجا عکس برداری فیلم برداری نباید بکنه. حالا ما این برم نماز بخونم. ببینی بعد از چند صد سال یک مسلمان بره اینجا نماز بخونه دیگه. بالاخره مسجد مونه دیگه. این نباید ترس راسی داشته باشه. حالا ببینه که اجازه میدم و برو نماز بخونه اینجا. یعنی البته دم دستگاه هم یک چیز من نگاه کردم، به قبل نماز نگاه کردم، قبل پیدا کردم دیگه. حالا ما این برو نماز بخونم اینجا. التماس دعا داره. بریم دیگه. حالا متاسفانه نگذاشتم ما بریم وجود داخل. گفتم اینجا برای کسان کریستیان هستم که نماز دعا کنند. گفتم ما مسلمم. گفتم مسلم اجازه نیه. گفتم خب بریم بیرون، یعنی بریم داخل مسجد که هست اینجا نماز نکنم. بازم گفتم اجازه نیه. و ما آدرس دادم به بیرون. گفتم از این بیرون که بریم اوگرا استرات اونجا. گفتم مسجد تو بتونی بریم اینجا نماز بخونی. خب دیگه حالا بریم ببینیم که اینجا واقعا چی مسجدی هست و اینیه چی داره. یعنی ببینیم این زمانی که یعنی این در واقع از مسلمان ها بوده همه چیزی. حالا مسلمان ها اجازه ندارن بیچاره همین روز زمین همینجا بیرون نماز بخونن. ای خدا، خدا عاقبت ما بخیر کنه. چی رقمش؟ خب بریم. خیلی چیز شدم، رقم شدم حقیقتا. چون که بعد بی او داخل نمیگذاشت خب خیر. و حداقل باید به داخل ایستان مسجد که مشکلی نباشه. هر کس راه میره دیگه میرم بیا گوشی صد میشون نماز میخونم دیگه، مشکلی نباید باشه. مردم با تسرک نماز میخونن. اینجا ما نگذاشت. چی بگیم؟ ما بیرون شدیم دیگه. آره با دوباره او که از روی موقعیت که نشون دادم اون منار مسجد او دیگه. یعنی که ما باقی که گفتیم که درختار نارنگی و پرتقاله. البته مثل که بچیندن دیگه. آره این زنگولا بستم اینجا گو.
یه هم همین دیواله، انگاری دیوال چیز اصلی بماند. و دنبال از این که ما اجازه نداد اونجا نماز بخونیم اینا، باز آدرس داد گفت اینجا مسجد، یا نماده این مسجد پیدا کردیم. حالا این کنه قیافه میخوره که مسجد هنه ما و سپاره و هسته دیگه. حالیت از این کوچگه حالا ببینید که به معنای بقیه هسته با میشه نمیشه. مسجد الرئیس ابن رشد، همه چیز از مسجد هسته ولی در بسته ها. یا کجا نماز بخونه؟ مسجد هم اینجا ساعت کری داره. ولی امروز ما باید 16:41 این باز میشه، ما میتونیم اینجا ببینیم. حالی که ساعت هسته 36 هفته. خب باز حالی آدرس دیگه داده، گفت اینجا جا دیگه هسته میتونیم نماز بخونیم. بریم اینجا ببینیم چی میشه. گفته که اینجا بریم به تی هاوس، یعنی چای خونه یا قهوه خونه. این که هسته قهوه خونه، گفته به داخل لازم میتونیم نماز خونده. اینجا میان داخل قهوه خونه. این قهوه خونه سنتی. قیلون و میلون و همه چیز اینجا داره و خیلی سراغ سنبه داره. ما از این پرسان کردم برای نماز اینا، برای نماز گفته بعد در مسجد هم تک تک کنی شاید باشه. خیلی سراغ سنبه داره. از اینجا بعد جاهای داره برای قضا و اینا. خیلی از اینجا بریم بالا و بریم نماز. خب اینجا آمده به چای خونه و پرو مسجد. اینجا گفته این جا داره برای نماز. خب برای اینجا این در واقع این مسجده، یه هم چیزی مسجده. اینجا همه آمده خدا خیر بده. اینجا گذاشته دیگه، اینجا همه چیز یه هم رو به قبله نمیشه گذاشته. اینجا میتونیم نماز خوب کنه. خب التماس خدا حافظ. من که از راه آمدم از این بر دیدم تا جانواز ایستاده، من همین ایستاد شدم 2 رکعت نماز رو بخوندم. بعد که نماز خوندم فکر کردم بابا این که همین جانواز یکی تک روی به این طرف. خب بالاخره روی به این طرف من گفتم پشت با قبل نماز خوندم. حالا با قبل نماز نگاه کردم موبایل، خب با موبایل نشون میده این رقم بعد نماز بخونه. این میگه این رقم دیگه، ما هم این رقم میخوایم وسط هر دوتا دیگه. خدا قبول کنه انشالله که هر طرف که باشه دیگه امیر درسته انشالله. بریم یه هم خنده از شما باشه. حالا اینجا نماز خوندیم آمدیم اینجا شیشتیم از این فضا از این استفاده کنیم، کمی به این هم کمک بشه. به اصطلاح یک شیرچای پاکستانی گفته برای ما تیار کنه بیار. شیرچای پاکستانی تیار میکنه. شیرچای خود شیر، خود چای سیاه، خود قهوه، خود کار نمان چی میشه؟ خود کار نمان ما چون نگو چی میشه سب چی؟ کار نمان هیل ها، دلچین هم داره. دلچین و هیل و شیر و چای سیاه دیگه. هم شیر چای خود مشاهد باشه. بیام شیر بیام دسته اینه که نسو زادم شکر نه.
سوپر. یه مزه باید سبک ساخته شده. ادامه همین مسجده. نومی هنوز نوم مسجده ولی چند تا آثار کوچیک از مسجد تایی هسته دیگه. خلاصی هیچ چیزی از مسجد نیه ولی خب بازم جای شکر بقیه که همین نامی که اعلان میکنه و نوشته میکنه بر مسجد نوشته میکنه. ما پیدا کردیم بالاخره مسجد دیگه. هم شما فیلم بگرفت، البته فیلم ممنوع بود اونجا همیده دزدکی بگرفتم که اگه خوب آمده باشه بازی اضافه کنید. اینجا مال یک قصر میه که احتمالا قصر امام پرست. رو برو که راه خیلی مردم میرن. کدوم از زودتر بسته میشه؟ قصر بوده در زمان گذشته. یه بازی 4 طرف احتمال خیلی زیاد هم او بوده که طبق چیز استاندارد قصرهای قدیم که 4 طرفه و میکندم او ایله میکردم به حساب که به خاطر که دشمن نتونه وارد چه بودم در اختیار میکردم خیلی بسته. یه هم احتمالا باید همیته باشه. این حاله اینجا پولیه که میره آدم وارد میشه. بله اینا همین محوطه بیرون بیده که بله او بوده. درستن حدس میزدم بیسا اینا این روینه که میره بالا وجود قصر. ببینید اینا یک پوله مثل پل چیز پشتو پل پشتو با پل مالون پل پشتون پل مالون. شما بریم از این بغل بگیرم این سال فرق اینا. یه باز همین گنبد هم مسجد تا خدا بیامرزه. این هم پل مالونه. Kia 21 que son coches nacionales. باشه اگه عکسی از باز بگیرم که به درد بخوره. فعلا خداحافظ. این به حساب ما دروازه شهر، یعنی شهر قدیم مثل که هر شهری بده دروازه داشته که وقتی ما قصدیم وارد شهر بشیم از جگاه وارد بشیم. این دروازه شهر این هم که مسجده. خدا بیامرز. این هم که قصر که حالا میریم مداخلی ازی همین الگازر. این هم هنوز تا حدودی همین فرهنگ عربی از وقت مسلمان ها بمونده اینجا. این همین قصریه. حالا باید بلیط بگیریم بریم داخل. اینجا با صف
جالب از اینه اینا که همه میایم بیشتر از اینا از این مردم خود از اینا شهرها دیگه آمدم اینا متوال دیگه خارجی ندیدیم اینجا. خب بریم باز داخل فیلم بگیریم شما. خب ببینیم اینا دیگه از این تعداب و معدابی که هسته. Okay, thank you. You know. Hey, خدا. قصرای همیشه به بالا درست میکنه. باید کل بیه بالا. خب رسیدیم به جایی که پادشاه صاحب شیشته بدن برو قصر خونه بکنید. جا کلان اختیار کردن بریم جا قدیم هم همین جا کته تیار نکردن لوکس بودن. ببینی دیگه اینجا شیشته بدن همین 4 تا وزیر وزرا همین 4 طرف شیشته بدن دیگه. باز اینجا یه آدم ها دیگه آدم ها دیگه یعنی دیوالایی که هسته اون دیوالا خودنه. اینا همین دیوال اصلیه که چی شده. این خیلی رنگ برنگی هم بوده مثل که کثیف شده کمی به مرور زمان. از سال اینجا نوشته سال 1959. این خیلی طولانی نیست. این هم که بالکنه که اینجا میامده یه هم پادشاه استاد نشدن. اینجا نفرها وزو تحیات و اینا بوده. اینجا دیگه نگاه میکردن این درخت ها خو نگاه میکردن نگاه حالی درخت مشون نگاه وقتا درخت بود یا نبوده. برحال از اینجا دیگه باز همین تحیات خو این حیاتی نبوده کنترل دیشته همی هم که وزهویه. خب بریم دیگه طرف. اینا دیگه سالون های که وزیر و مزیرا رفت آمد میکردم و از این دفتر بزرگ دفتر بده و بیسا دیگه بده. بریم اینجا همه بپر پینه. این هم میامده یک قسمت دیگه. اینجا یه حویزای او از اینو بده که حال میاه اینجا داره. آقای پاچام ای که روزه این هم نگاه کنه بیچاره اینا دهنک میزنم دهنه اینا بای. خب نمیته این باقی رو بیده مثل که این هنوز خیلی ادامه داره. سیر کنید شما. ماشاءالله ماشاءالله. نگاه کنه نگاه کنه نگاه کنه نگاه کنه نگاه کنه. مقدر دیگه پوستکارت بریه. این قصر دیوالی نه این باغ نه. این رزینه از
خود از یک ورزشی بوده که مردم می آمدن از این بالا ببینید از این بالا بچه او چیه اینه و هم که باقی هم یه دیگه خواهی آدم آمدیم به ما تاج حال اینجا اگه کسی اجازه بده که ما دوربین خونشون آها بیا میتر اینجا خواهی این تایی وقتنه که بودم از او دم بالکن نشون داده ای بره او بردگه او حیات خلوتی بده چی بده دیده نمیشه او پوله که دیده میشه اینجا دیگه اوی که نگهبانی شهر بود دیگه ای برتر شاید از اینجا دیده شه که دروازه شهر هم دیده شه دروازه شهر او بردگه باشه که اینجا بعد این دروازه شهر ای جلوی گرفته حالی او هم که مسجد او هم که منار مسجد خدا بیامرزه مانه ای دیگه به این سلاخ دیگه بیاین باز همیته دروازه شهر دیده بشه پل دیده بشه ببینی این پل اونجا نگهبانی اینا بیده که به شهر مردم وارد میشدن از رازی پل می آمدن باز اونجا پشت از اون دروازه شهر که وارد شهر میشدن که هم شهر و اول شهر که بده این مسجد خدا بیامرز بده البته پشتی او بر جلوی بده خواهی هم از این طرف دیگه نگاه کنید تا جای سرسبز خانه های رنگ و رنگ بشن این هم پینه که ما از این پین آمدیم بالا حالا بیایم اینجا حالا این جنیفر نندازنم خود اینجا خب این رو یکی ده بالای این بالا این همی جایی که بیدم رو پینتر بیدم خدا نمیریم از دیگه اینجا هر کدوم از این یک زیبایی خودی هم پلا باید مواظب باشیم که اینا خیلی خطرناک که دست پا خود نشکن اوکی میگه موبایل خاموش کن که نفته که میگه خاموش نکردم میگه تو موبایل به دستتون نواز تو موبایل خودتو میندازین خود اینا جاهایی بده که انگاری در قدیم اینجا لولا توفنگ بده که اینجا میگذاشتن که نگاه میکردن به حساب که شلیک میکردن و دیگه میکردن یعنی چی میکردن 4 طرف از این درزا توفنگ هست که از اینجا توفنگ نشونه میگرفتن میزدن وقتی که استادم میشونن این به جلوی نمیبره بیده سپر بده باید میخواستن کلگر خویی اینجا کلکشک میکردن لیت نگاه کردن بیره چی آدم ها از اینجا زده شده کشته شده که بیزی بیرین بده اوکی میگه بریم دیگه وقتشون تمام شده میگه بریم یعنی کسی میخواسته تا این بالا هم بیایه دیگه که خیلی سخت ببینید یعنی این بالا که می آمدن دیگه تا کسی که زنده بده بزو بالا سخت بده کسی از این پین بیایی ببینید اینا هر جای جگه نفر استاده بده هر جا از اینا بیننه بیننه خدایی نفته که ای بابا سیب کنیم موازی رو خب بیا بریم باز از این اولا یاد خشتا به خیلی خشتا افغانستانی
این صندوق جای پادشاه. خب این هم استادی هم معطره که ما پایین شیم از این جلوی اینا باکنه برم. آخه حالی میریم به طرف از این باغ میریم. خب ما از اینجا قبل هم شما فیلم گرفته بودم که نشون داده بودم. اینا وسایل هایی بوده که استفاده میکرده که صاف میکردم دیگه میکرده. اینا اندازه های میبوده. اینجا رسیدیم جامعه ها که نشون دادم به شما بیدم. باز ما رفتیم رو برو. حالا این دفعه میریم به این طرف دیگه. چیزی هم از این بیچاره نداریم ما. این جگاه که هسته درخت نارنگیه و پرتقاله. این به خیالم لیموه یا از این نارنگی های سبز رنگ هسته. ماشاءالله جرأت نمیکنه آدم بکن نمیگم با اینا لیموه به خیالم. لیمو ترش قیافی که همیشه لیمو ترش دیده میشه. لیمو ترش های که اینجا مثل قیافی از بیرون مثل لیمو شیرین ایرانه ولی اینا ترش. اینا هم که نارنگیه ولی یه قیافی و نارنج دیده میشه. یه قیافه از اینا ای نارنجه. ببین دیگه خیلی جای جالب قشنگه. جا همه دوستا خیلی مملکت ما هم خیلی جای تاریخی داره، خیلی جاهای دیدنی داره، خیلی جاهای قشنگی داره که به خیر آرومیشه، بازسازیشه، تورای مسافرتی برگزار بشه تا ما بتونیم بریم مملکت خود هم ببینیم و نگاه کنیم و به دیگه دوستانشون بده. واقعا قشنگ و دیدنی. اینو زحمت میکشم همیته بلیت میگیرن، پول بلیت میگیرن نگاه میکنن. یعنی همیته پول میگیرم همیته خرجم میکنن. نگاه کنه شما این 1 سانت چیز نداره. ما همیته درختی داشتیم دم خونه خوب که همین رقم چیز کرده بیدیم. خیلی اینا زحمت داره. هر چند ماه یک بار که می شروع میکردم به همین قیچی کردن 1 روز وقت نمیگیریم. هی از زاویه‌های مختلف از دوی میرفتم نگاه میکردم که درسته درست نیه دیگه. تا یکی همین برفی که آمد همین امسال برف سنگین این مثل که برف خیلی بالای ازش شده بود و باد شده بود اینا. یک صبح بلند میشی میبینیم بیچاره از ریشه بفتاده به پایین. این که ایت بلند بود دیده نمیشد که چقدر بزرگه. وقتی پایین افتاده دیدیم راه ما هم بند کرده، راه مردم تکوچه هم بند شده. خلاصه دیگه باید 2 روز همیت افتاده بود اصلا ما نمیتونستیم چی کنیم. حتی باغچه رفت آمد میکردیم دیگه. 1 روز بسته مشغول شدیم 2 موتر کلون لیری از این چوبای قلم کردیم ببردیم. باز تونستیم سر رو خوب وا کنیم و سر رو مردم که کوچه تیر میشن دیگه. بعد از باز همیت بود تا همین شنبه گذشته باز بقیه و کندیم به اصطلاح. هنوز ریشی و هسته. باز 1 روز دیگه کار داره که ریشی و بکنه چون بلند که باشه خود دیده میشه. ببینید ما حال جلوتر بزی بالا بودیم. نگاه کنن اینا ای بالا رفته. ببینید ما اونجا رفته بودیم. حالا اونا حالا آمدم رفته با گروپ بعدی دیگه. از اون نقطه بالا بوده که اینا از این جگاه دیگه هودرزای که ببینید هودرزای بود که گفت تفنگ نشونی میکنم بهتون.
دیگه پادشاهم که اینقدر جنگ و جدال میکردم این چوکی هیله نمیکردم دیگه این کارا داشتم. ولی شما ببینیم اینا بیش سال قبل که بوده اینا چی رقم بوده. خب فعلا این گلای قشنگ تقدیر شما باد. چند دقیقه بعد باز خدمت میرسیم. اینا بیچاره همین درخت پرتقال هم گرفتم ایده دیزاین کرده. ببینید بازی کاوبر مثل که اینا حرف و گوش نکرده. اینا گفتم با همین شما از این پرتقال ها ما کیف کنیم، از این میوه ما کیف کنیم. ببینید دیگه ما با حال خود نبغضانیم به هر راهی که میریم. این بیچاره که اصلا نگاه کنه اینا که گرفتن دیزاین کردن قدر پرتقال هم نداره. همین آدمیزاد به هر چیزی که دست میزنه خرابتر میکنه. اینا از نظر دیزاین مقبولتر شده، بس مقبول شدی تا همه به یک مدل توپک بری نیم توپ بری. ولی دیگه بازی بیچاره دیگه از زور خوب رفتم. اینا نگاه کنه هر شاخه به یک راهه ولی پر پرتقال. طبیعت باید طبیعت باشه دیگه. اگه ما بریم راست کنیم کچ کنیم دیگه کنیم دیگه ایت جالب نمیشه. این حوزه هم که دیده میشه تیوره که دیده میشه از سابق میره. ببینید تایی که هسته خشتگری که شده متوازی فوارای و دیگه تازه زدن بوی زمان نبوده ایت چیزا. یه هم پرتقال دیگه نمیته پرته اینجا کسی رو هم نمیداره. ما یک جای گوشه پیدا کنم بگره که تست کنم از زمین نمیداره از اون درخت کس ماسی نباشه چهار طرف میکنم میبینه که چی رقم. اگه فرصت باشه امشب دیکونه بسته نشه میرم دیکونم برو میوه اینا نگاه کنم بیسا از اینجا هم بخره ببینه که قیمت ها چی رقم. اینجا که چهار طرف پرتقال و نارنگی و ایناه قیمت چی رقمه. خب به قیمت طبیعتاً باید ارزون باشه، ظاهراً باید ارزون باشه دیگه. واقعاً نگاه میکنه که چی رقم بس خبر بدیم برشون. یک وقتی میبینه که اینجا هم گرانتر. ها بیایم از اینجا باز دوتا عکسی هم میگیریم چون نور همیته خیلی خوبه. نور از این طرف مقابله استاچیم عکس بگیریم جالب میفته که ایسا. این درخت قسمت بسته کردن درخت. اینا گل میشون خروس میگفتن چی میگفتن ما دیشتیم به هرات یادم رفت تاج خروس میگفتن به نظر. تاج خروس. این درخت هم بیچاره چی کردن. اینجا هم نمای از این کاخه ببینی. خب بریم خداحافظ شما. ما یک عکسی هم بگیریم اینجا هم که پادشاه استادی هم نگاه میکنه. او آمده گزارش میده که گفتن نگاه کنی ما اینجا اینا درست کردیم. این درختای رقم صاف و پاک کردیم این باریته کردیم. همه عباد تمیزه گلا به توی طرف اینه. گفته نظر شما چیه پادشاه صاحب نظر بده. این تحیاتی که ما از این چیز آمده از این بالا که نشان دادیم به شما. ما برگشتیم از این شهر رسیدیم به شهر خود. خب حالا ساعت 9:11 دقیقه شبه دیگه. باز بخیر ولی بعد یک اتوبوسی هم بگیریم و اتوبوسی بگیریم پس بریم نزدیک هتل و جایی پیدا کنیم غذا شام بخوریم جای شما خیلی دیگه ببینیم که بشیم فیلماشون امشب دید کنیم سوای دید کنیم دستیم و باید بید برشون بفرستم. این هم سفری بود بخاطر گل روی شما. این از تو گفتن از ما به سر ببینیم